همین فلسفه زندگی. ما در سیمای علاوالدین تمام خادمان تئاتر ولایت را میشناسیم، اعتراف میکنیم. دیگر هستن کارمانده که علاوالدین خودش امروز در جمهوری یک است. علاوالدین هر یک صحنه ایجاد میکند در اصل صمیمی و بسیار جدی آمادگی میبیند. من از چند نفر پرسان شدم که آیا در ایجادات علاوالدین شما وقتی که دایر بر لهجه یک منطقه جمهوری تاجیکستان ما سخن میگوید یگانجا خطاگی گراماتیکی دارد یا نه؟ اکثریت پرسیدگی های ما از همون مقام ها و من جواب دادن که نه. حتی در نیویورک یک نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان ما در شهر نیویورک در سازمان ملل متحد کار میکند، بازیچه محمد امین خودش شغنانی است. از اون پرسان شدم که محمد امین شما گپ زدید و همین علاوالدین بسیار صحنه‌چه های حجمی دارد نسبت به مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان. همین از لحاظ لهجه زبان یگان جای خطاگی دارد. با درجه سطح بلند ایجاد میکند، سخن میکند از مردمی بدخشان خوبتر و بهتره. مخصوصا پیاله چای میگیرد و یانباش کرده چای بگیر معلم چای بگیر. پیاله خالی را همین که سری نامه زده میگیرن، اما چوپان و عمود و یا همین چیز داره. کدام سرگذشت را گپ زنم شاید دوستش می‌دارم. علاوالدین یک صحنه‌چه نوی تئاتری دیگر حجمی پیشنهاد کرده بودند درباره همون مولای غازی ملکی. خب پیشنهاد کردم، بسیار عجایب است. زور زدم همه زدم ما بگیم زور زدیم با زور تو دانشید خونده تو باشید. شما همینجا که شما برای این معنیش باید که برای تلفظش اهمیت نمیدید، چون که این تنها در همون غازی ملک در همون دیه هم میگفتن، در دیگر جا نی. یک هفته رفته در اونجا زندگی کرده، همین پولی دایره وقت میگذاریم دیه اول یک هفته زندگی میکنن، لهجه همون محل رو میآموزد، معاشرت میکرد که مرا چی صحبت میکرد، چی معامله میکرد، معاشرت میکرد، گرم میزد، میآموزد. یعنی سیر با آن درجه سطح بلند کسبی بگه که همون محل صحنه‌چه را با وای مونده است. صحنه‌چه بسیار وای بود، هست این کارا حیاتی هست. این تنها یک خنده نیست، یعنی کمبودی ها را برطرف کرده. معنای او را دارد که چی است؟ مثل مولایی که نو در اینجا برآمد کرد با اینجا مقصود چی؟ لقبش چی بود؟ مقصود حمدالله ها بسیار در جمهوری تاجیکستان است. این خیلی حمدالله ها بسیار احسن میارزد، به همه چی میارزد. من یک جا تشکر میگم.